بچه‌ها پرسیده بودید یک مرد خوب باید چه ویژگی داشته باشه. بذارید یه داستان براتون تعریف کنم. مردی صبح از خواب بیدار شد، با همسرش صبحانه خورد، لباسهایش را پوشید و برای رفتن به کار آماده شد. هنگامی که میخواست کلیدهایش را بردارد، گرد و غبار زیادی روی میز و صفحه تلویزیون دید. از خانه خارج شد و به همسرش گفت: دلبندم، میشود کلیدهای من را از روی میز بیاوری؟ زن خواست کلیدها را بیاورد که دید همسرش با انگشت روی غبارهای میز نوشته: یادت باشد دوستت دارم. خواست از اتاق خارج شود، صفحه تلویزیون را دید که روی آن نوشته شده بود: امشب شام مهمان من. از اتاق خارج شد، کلیدها را به همسرش داد و به رویش لبخندی زد. انگار میخواست خبر دهد که نامه به دستش رسیده. به نظر من این همون مرد خوب و عاقلیه که بلده حتی اگه مشکلی هم باشه اون مشکل رو از ناراحتی و عصبانیت به خوشحالی و لبخند تبدیل کنه.